بیننده برنامه اخباری آزادی هستید. درود بینندگان عزیز، من مؤمن احمدی با همکارانم از دوشنبه و پراگ آخرین خبرها را پیشکش میکنیم. امروز 8 ایون است. سرخط خبرها: ایران به اسرائیل با موشک‌های زیادی حمله کرد. اسرائیل با بمباران تهران و چند شهر دیگر پاسخ داد. به یکی از خویشاوندان حاجی حلیم، معاون سابق وزیر دفاع تاجیکستان، خطری ماندن در کوچه تهدید می‌کند. جونتان ما با مرگ موریزو هستیم. من نمیخوام صدق ترچه من در کوچه مونم. در تاجیکستان در یک روز 2 دختر خود را به دریا انداختند. چرا زنان از جان خود بیزار می‌شوند؟ و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل و ایران خواسته است حمله به همدیگر را فوراً بس کنند. او در شبکه اجتماعی خود با نام تروث سوشیال نوشت اسرائیل و ایران باید فوراً تیراندازی را بس کنند. او همچنین گفت که دو طرف خواستار سازش آتش‌بس فوری هستند. دونالد ترامپ در این باره بعد آن صحبت کرد که ایران روز یکشنبه به اسرائیل موشک انداخت و اسرائیل چند شهر ایران را بمباران کرد. جزئیات در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده. صبح 8 ایون نیروهای دفاعی اسرائیل خبر دادند که کشورشان هدف حمله موشکی ایران قرار گرفته است. چند پیش رژیم تروریستی ایران به سمت دولت اسرائیل موشک انداخت. ما به حمایت از آن آماده ایم. نیروی دفاعی اسرائیل به حفظ کشور آمادگی قوی گرفته حاضر است که حمله جوابی راه اندازی کند. ارتش اسرائیل به مردم این کشور دستور داد که در پناهگاه‌ها جایگیر شده منتظر امرهای بعدی باشند. به قول نظامیان اسرائیل تمام موشک‌های ایرانی خنثی شدند، ولی خدمات وضعیت‌های فوق‌العاده اسرائیل نوار پخش نموده گزارش داده است که باقی مانده‌های موشک‌های خنثی شده ایرانی به یک منزل زیست در محله یهودی نشین ساحل غربی رود اردن اصابت نموده است. خبرنگار رایترز مستقلانه مکان و زمان این نوار را تشخیص نکرده است. در پی حمله ها پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ گفت او در صحبت با سروزیر اسرائیل از بنیامین نتانیاهو خواسته است اسرائیل به حمله های ایرانی جواب ندهد. در همین حال نظامیان اسرائیل تصدیق میکنند که صبح روز دوشنبه نیروهای هوایی این کشور مناطق غربی و مرکزی ایران را به طور گسترده آتشباران کردند. در شبکه ایکس ارتش اسرائیل نوشته است که اخیراً پایگاه‌های دفاعی در سراسر ایران برقرار کرده شدند تا امکانات برهم زده شده رژیم ایران احیا گردند. ضربه ما باعث محو این پایگاه‌ها گردید. به قبل تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ترکش‌ها در تهران، کرج، تبریز و اصفهان به قید گرفته شدند. بسم الله الرحمن الرحیم. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران میگوید موشکباران اسرائیل هشدار است که دولت یهودی باید حمله ها به جنوب لبنان را قطع کند. ایران بارها تاکید کرده است که سازشش با ایالات متحده آمریکا به حفظ آتش‌بس در لبنان ارتباط جدی دارد. در ماه مارس اسرائیل به خاک لبنان عبور نمود. ارتش اسرائیل ابراز داشته است تا زمانی که اسرائیل را آتشباران می‌کند، عملیات اسرائیل در سراسر لبنان ادامه خواهد کرد. عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل در ایران 28 فوریه آغاز یافته بود. 7 اپریل جانب‌های درگیر آتش‌بس اعلان نمودند. هفته گذشته هم چند پراکنده ایالات متحده آمریکا و ایران جای داشت. مقامات انتظامی تاجیکستان میگویند فقط در یک روز 2 زن جوان با یک شیوه قصد جان خود کردند. هر دو هم خود را به دریا انداخته ولی راهگذران نجات دادند. ریاست امور داخلی شهر دوشنبه روز 8 ایون در بیانیه گفت 2 جوانی را که نگذاشتند زنان جوان دست از جان خود بشویند
با سپاسنامه قدردانی کردند. در بیانیه از این جوانان عظیم جان ولیف و فریدونشاه وهابوف نام بردند که اولی دختری را از رودخانه دوشنبه و دومی از رودخانه کوفرنیهان بیرون کشیدند. نام نسب دختران را نگفتند، اما در خبر آمده است که هر دو حادثه روز 1 ایون صورت گرفته است. طبق آمار رسمی سال 2025 در تاجیکستان بیش از 200 زن خودکشی یا قصد جان خود کردند. زورآوری به زن را که در جامعه تاجیکستان به قول رسم شده است یک سبب اساسی خودکشی به عنوان می‌دانند. یکی از خویشاوندان عبدالحلیم نظرزاده معروف به حاجی حلیم که بعد یک آشوب مسلحانه کشته شد میگوید که مقامات خانه آنها را ناعادلانه مصادره کردند و ممکن است تا چند وقت دیگر با دخترانش در کوچه بماند. عبدالحلیم نظرزاده سال 2015 با دو برادرش کشته شد و بعداً مالکیت زیادی او و خویشاوندانش را مصادره کردند. گزارش ارشاد سلیمانی و امیر ایسایف را همراه می‌بینیم. جایی رفتن نداریم. 3 دخترچه نوبالغ دارم، 3 طلبه مکتب خوان دارم. گریه های این زن از ترس آن است که پس از چند روز با 3 دختر نابالغش در کوچه بماند. سارا عارفова میگوید شرکتی ساختمانی که به جای خانه آنها در بینای زمان شوروی بینایی نو میسازد با وجود بستن شرطنامه پس از یک نامه کمیته سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی از جبران منزل و اجرای دیگر مسئولیت ها دست کشیده است. قطعی شرکت ساختمانی رفتم، هم بر نترسی در نترس رفتیم، هم برای قطعی دامساز، هم برای شرطنامه کردیم. همه حجت های ما قانونیه، یکم کاری غیر قانونی در حجت ما دیدن نمیشه و رفتیم قطعی دامساز شرطنامه را کردیم. وقتی من شرطنامه در دستم داشتم از طرف سود مکتوب آمده به دامساز که این خانه نتین یا خانهشون در دولت گرفتگیه، این را باید سال پوچانده شد به یک منزل داده نشود. حقوق شناس شرکت امینجان ساختمان که حالا در این مکان بینای نو می سازد در یک صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت که آنها با این زن مشکلی ندارند و شرطنامه بسته بودند که با پرداخت یک مقدار مبلغ علاوگی بر عوض این خانه با او 2 خانه و تا پایان ساختمان اجاره پولی می دهند. اما کمیته سرمایه گذاری و اموال دولتی به آنها نامه فرستاد و خواست به این زن هیچ چیز داده نشود. سارا عارفова میگوید او همسر میرزا کریم نظرف برادر حاجی حلیم نظرزاده معاون وقت وزیر دفاع تاجیکستان است. نظرزاده در سال 2015 در یک درگیری مرموز که مقامات آن را آشوب ناکام مسلحانه مینامند همراه 2 برادر دیگرش کشته شده است. مقامات خانه سارا عارفova را چون مالکیت شوهرش اعتراف کرده و به نفع دولت مصادره کردند. اما این زن میگوید که خانه را با او پدر و برادرانش زمانی خریدند که او هنوز همسری نظرف نبود. من به خاطر مادر من نگاه میکردم، مرا برادرم پدرم مده خونه خریدن که شما مثل مادرم نقشو نگاه کردین. من 2008 اولاد داشتم به نظرف میرزا کریم. 2009 خدا بخشید صاحب فرزند شدم. 2015 من نمیدونم در کدام اساس در کدام جنایت به خاطر که من زن دوم نظرزاده میرزا کریم بودم نمیدونستم خیلی پدر فرزندم ما کشتن. رادیو آزادی با نسخه از حکم کلیگ حربی دادگاه عالی تاجیکستان شناس شد که این خانه چون مالکیت میرزا کریم نظرف اعتراف شده و از 23 اوگوست سال 2016 به فایده دولت مصادره گشته است. سارا عارفova میگوید که آنها از این حکم دادگاه به دادگاه ناحیه شاه منصور دوشنبه شکایت بردند، زیرا میرزا کریم نظرف هیچگاه در این خانه نامنویس نشده بود. اما این دادگاه دعوای عارفova را رد کرد و تا امروز به هر اداره که مراجعت کردند کسی به داد آنها نرسیده است. حالا این زن میگوید سرپناه برای دخترانش و جای برای رفتن ندارند. ما در کوچه موندن نمیخواهیم. اگر ما را که جو منزل نتن، ما را که جو نتن، ما به مرگ موریزو هستیم. این نخستین شکایت نزدیکان میرزا کریم نظرف از مصادره خانه هایشان به نفع دولت نیست. در گذشته نیز سیاده قربانova همسر دیگری نظرف بارها از نحوه مصادره خانهشان و اجباراً کوچاندن 30 تن از بستگانش شکایت کرده بود، اما به نتیجه نرسید.
در انتخابات پارلمانی ارمنستان که روز یکشنبه صورت گرفت، حزب پیمان شهروندی نخست وزیر نیکول پاشینیان حدود 50% رأی مردم را به دست آورده است. مقامات انتخاباتی بعد شمارش 91% برگه‌های رأی خبر دادند که حزب پیمان شهروندی اندکی بیشتر از 50% و ائتلاف رو به روسیه ارمنستان توانا بیشتر از 23% رأی ها را صاحب شده است. همکار ما میرزانبی خالقزاد از شهر یریوان گزارش می‌دهد. انتخابات پارلمانی 18 حزب و سازمان ها شرکت داشتند، از جمله 16 حزب سیاسی و 2 گروه سیاسی. در ابتدا یکی از گروه های سیاسی دیگر با نام الیانس نیز ثبت نام میشد، ولی به خاطر آنکه رهبری این گروه سیاسی طی 4 سال اخیر در ارمنستان زندگی نداشت، از این رو اون ثبت نام نشد. و در صحبت هایی که ما در اطراف این انتخابات داشته، مردم بیشتر میگویند که میخوان یک ارمنستان آرام را ببینند و یک پارلمانی که واقعا تواند از حقوقهای آن حمایت کند و برای پیشرفت ارمنستان تلاش و کوشش ها انجام دهد و از نگاه قانونی و همه ارزش های انسانی از آن تواند حمایت کند. یک نکته مهمی دیگر رو می شود در اینجا ذکر کرد که در آستانه این انتخابات، یعنی انتخابات پارلمانی ارمنستان، پس از آنکه نیکول پاشینیان به اتحاد اروپا مراجعت کرد و یک همایش رهبران کشورهای عضو اتحاد اروپا را در یریوان برگزار کرد و از جمله در اونجا زلنسکی پرزیدنت اوکراینی نیز شرکت داشت و این خشم مسکو را به وجود آورد و مسکو کاری اولی را که انجام داد انتقال مواد خوراکه و میوه و گلها و اینها را برای وارد شدن به بازارهای روسیه منع کرد. ولی کشورهای اروپا در اینجا آرام ننشستند و خصوصا به ندرلند، لاتویا میوه های از جمله سیب و گلها و کنیاکای مشهور ارمنستان و دیگر از میوه‌جات اینها وارد شدند و راه را برای ارمنستان باز کردند. ولی حالا پس از انجام انتخابات و پس از آخرین نکته هایی که از طرف رهبران ارمنستان بیان داشته میشد، معلوم خواهد شد که سیاست نهایی در اینجا چی خواهد. در این فرصت برنامه درخواست شما بیننده ارجمند را اجرا کردیم. 2 هفته اخیر مردم زیادی از ولایت ختلان زنگ زدند و شکایت کردند که مکتب‌ها از فرزندان آنها برای برنامه خوانیش 150 سامانی طلب دارند. آنها میپرسند که هر سال باید این پول را پردازند و برای کدام عائله ها این رایگان است. همکار ما مولا رجب یوسفی در این باره با حبیب الله شیرینوف، هماهنگساز طرح خوانیش، صحبت کرد که وسیله تعلیمی شاگردان مکتب‌ها میباشد. بناپولی برنامه در سر هر یک فرزند 150 سوم راست آمدگی است. در اینجا امتیازها دارد. امتیازها با کی؟ امتیاز یتیم کول در حجت تصدیق شونده خط وفات پدر و مادر خود خواننده که او یتیم کول است، فرزندان او آزادند، اون کودک آزاد میشن. همچنین در اینجا نیم یتیم هست، یعنی که شخصانی که پدر یا مادر ندارند، مادر آنها یا پدر آنها وفات کردگی هستند، همچنین در حجت تصدیق شونده فرزندان آنها آزاد می باشد. همچنین امتیاز دیگر با معیوبان گروه درجه یکم، اصلا خوانندگانی که در خانه تحصیل میگیرند، کودک آموزگارایی که اومده در خانه تعلیم میتن، آنها را ما رایگان کردگی هستیم. در اینجا یک چند اضافه های دیگری داریم که معیوب گروه یکم و معیوب گروه دوم که را در نظر دارد. اگر رفت پدر و مادر خودی همون خواننده معیوب درجه گروه یکم باشند و منبع وارد کنی مبلغ از جانب والدین در خانه، یعنی که باید پدر خانه را خورانت پوشاند، یعنی که منبع وارد شوی نیست، فرزندان آنها در حجت‌های تصدیق شونده آزاد می باشند. می کمبیزات باشد. اکنون حجت کمبیزاتی رستید در ورود برنامه ما آمادگی نیست. برای عائله های سرفرزند که 3 یا 4 نفر از خواننده مکتب دارند، برای آنها آیا یگان سبوکه در نظر گرفته شده است یا نه در پرداخت مبلغ؟ برنامه تنها 3 نفر فرزند او رو مبلغش رو میگیرد، نه 4-5 فرزند رو. تنها 3 نفرش رو پرداخت میکند و فرزند 3م 4م اگر رفت و 5مش در سالهای آینده مین بعد آید، آنها همشون آزاد میباشند. یعنی که 11 سالی خوانیشه که خواننده در مؤسسه تعلیمی درس میخواند، 1 بار پرداخت کرده میشود،
نه هر سال، نه هر ماه و نه هر هفته. اخباری آزادی اینجا به پایان رسید. تا برنامه‌های دیگر، خدا نگهداری شما باد.